بعد از چند روز شناسایی همونو خوردیم. گفتم میخواهم یک چیز را به تو بگویم ولی سخت میترسم. از چی میترسی؟ چی گپی داری بگوی؟ آخر شنیدم به هر کسی همین گپ را بگویی از دست میدهیش، ولی خیلی سخت است وقتی آدم گپی دلش را گفته نمیتواند. نترس، چی گپی داری بگوی، من طاقتش را دارم. سرم را پایان کردم و گفتم دوستت میدارم. رحمت، که فهمیدم نه طاقت شنیدن این گپ را داشته و نباید من گپم را میگفتم. از همان زمان فهمیدم که هر وقت کسی را از دست دادن بخواهی هیچ کاری زیادتی کردن لازم نیست. تنها همین سخن کافی است که بگویش دوستت میدارم.